سلام خدمت همراهان عزیز پیج اعتماد لپتاپ. توی ایسوس ها سری تاف و حالا این ایراد خیلی شایعه که میخوام توضیح بدم و سایر لپتاپ های نسل 4 HQ به بالا تا نسل 12 یه ایراد خیلی شایعه. بذارید من لپتاپ رو روشن کنم. ببینید هارد دیتکت میشه، سیستم عامل رو میشناسه، اما وقتی میخواد بیاد بالا در واقع بلو پیج میده یا اینکه فریز میشه مثل این حالت، حالا چه توی بوت ویندوز چه روی ریپیرش. این ایراد فقط از سی پی یو های سری HQ هستش و رم و PCH و گرافیک و بایوس اصلا مربوط نیست و هارد و رم و اینا رو هم حالا در وهله اول چک بکنید، ولی من هر چی که دیدم مشکل از سی پی یو هستش و از همکارا خواهش میکنم که سراغ بایوس یا دستکاری چیپست PCH نرن و سی پی یو هاش هم با لحیم سردی یا ریبال مشکلش حل